سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با این پروژه ثبت نام ورودی کاربران با زبان PHP و MySQL با هم همراه خواهیم بود. اولین کاری که باید بکنید زمپ رو نصب کنید و من نصب دارم و آپاچه و MySQLش رو فعال کنید. وقتی فعال کردین، استارت کردین، وارد ادمین بشین تا در HTML ادمین براتون باز شه. در اینجا وارد بخش SQL میشین، یک دیتابیسی رو تعریف میکنیم. بعد دیتابیس بسازیم، دیتابیس به اسم یوزر سیستم. خب دیتابیس رو میسازه الان و یوزر سیستم و اینجا یک جدول برای دیتابیسمون میسازیم. این جدولمون هم اسمش رو میذاریم یوزرز. خب تو جدولمون باید فیلد های آیدی که نوعش باشه این بزرگ باشه و تو که یکی یکی خودش بره بالا و کلید اصلیمون هم باید باشه، یعنی پرایمری کی. و فیلد دوم که باید داشته باشیم نیمه از نوع بشر باید باشه. صد تا میتونیم داخلش نویسید. و فیلد بعدیمون فارسی، فیلد بعدیمون باشه یوزر نیم، این هم نوعش باید باشه بچر و 100 تا نویسیم. اینجا عدد بزنیم، این یکی 50 تا میذاریم، 100 تا زیاد. و فیلد بعدیمون پسورد اینم بچر 100 تا کاراکتر. بعدی هم فون اینم 20 تا کاراکتر. خب گو رو میزنیم و دیتابیس هم اینجا ساخته شد. تیبلمون هم که اینجا هستش. خب حالا باید وارد درایو سیمون بشیم. در پوشه زمپ، در پوشه htdocs یک پوشه میسازیم به اسم مثلا یوزر پروژکت. وارد پوشه هم میشیم و باید 5 تا فایل بسازیم. فایل PHP، یکیش رو اسمش هست register PHP. دومین فایلمون لاگینه، اسمش باشه PHP. سومی هم یوزرز. PHP. چهارمی هم لاگاوت.
آخری که دیبی است. دیبی PHP. خب ما وارد دیبی میشیم و اینجا یه تگ PHP باز میکنیم. PHP در بین انگلیسی. خب ما برای اینکه بخوایم در تگ PHP یک متغیر ایجاد کنیم باید اول یه علامت دلار بذاریم و اینجا این متغیری که میخوایم رو وارد میکنیم. اسم متغیر ما باشه هاست مساوی لوکال هاست. ما این لوکال هاستمون رو ریختیم داخل متغیر هاست که این لوکال هاست یعنی سرور محلیه که روی لپتاپ خودم هست و متغیر بعدیمون هم به اسم یوزر وارد میکنیم که روت هست. این روت یعنی کاربر به دیتابیس دسترسی کامل و بعدی هم متغیر پس این باید خالی باشه، هیچ پسوردی نداریم. متغیر بعدیمون هم دیبی نیم که مساویه با حالا میایم و یک متغیر دیگه به اسم کان تعریف میکنیم که 4 تا پارامتر ما رو در بر بگیره. MySQL اولین متغیرمون، دومیش هم یوزر، بعدی هم پسر و یکی هم دیبی نیم است. خب این تابع 4 تا پارامتر بالا رو میگیره و سعی میکنه با اونها به دیتابیس وصل بشه و این متغیر ما هم خروج تابع توی متغیر کان ذخیره میشه تا بعدا بتونیم ازش استفاده کنیم برای اجرای کوئری. خب و یک شرط میذاریم این شرط بررسی میکنه که آیا اتصال موفقیت آمیز بود یا خیر. اگر نه که برنامه رو متوقف میکنه و پیام خطا رو نشون میده. خب سمیکالن هم اینجا میذاریم و دیگه تمام. حالا وارد ریجستر میشیم. خب این ریجستر برای فرم ثبت نام ما هستش که اولین کاری که میکنیم تا PHP رو باز میکنیم. خب میایم سیشن استارت رو می‌نویسیم. سیشن استارت. خب این خط برای فعال کردن سیشن استفاده میشه تا در صورت نیاز بتونیم این وضعیت ورود یا اطلاعات کاربران رو ذخیره کنیم و بعدی هم باید اون فایل دیبی رو
متصل کنیم به ریجستر که دیگه نیازی نباشه اون کدایی که اونجا زدیم رو دوباره اینجا بنویسیم. php. خب میایم و متغیرهایی که فیلد هایی که اونجا وارد کردیم رو اینجا می‌نویسیم. یکی متغیر نیم تعریف می‌کنیم، یکی نیم و یوزر نیم و پسورد و فون چه خالی هستن. اینا مقدار ورودی‌هایی هستن که از کاربر میگیرن و داخل خودشون ذخیره میکنن. یه متغیر دیگه هم برای ارور که اگه مشکلی در ثبت نام باشه پایین خطا در اون ذخیره بشه. خب حالا میایم و اینجا شرط میذاریم if server request method مساویه با post. خب اینجا شرط میذاریم که حتما باید ریکوستی که ما میدیم از نوع پست باشه و اینجا متغیری که بالا تعریف کردیم رو قرار میدیم. یکی بود name مساوی با between. این تیم کارش اینه که فاصله های اضافی رو از اول آخر هر فیلد حذف میکنه. تیم این پستی هم که نوشتیم اینجا داده ها رو از کاربر که در فرم وارد کرده، داده‌ای که داخل فرم وارد کرده رو از کاربر میگیره. خب بعدی هم هستش username مساوی با between پست چون یکی اینا رو کپی کنم. خب اینجا فقط اسمشون رو عوض کنیم. یکی پسورد، اینجا چون نام فیلدی که وارد کردیم داخل تیبلمون پسورد بود، اینم باید پسورد باشه. اینم فون. خب حالا میایم یک شرط دیگه میذاریم که هیچ کدوم از این فیلدامون نباید خالی باشن. empty مثل همون دوباره کپی میکنم، جام دوتا علامت خط میذارم یا همون یا معنی میده username.
پسورد و فون. خب حالا اینجا اگر شرط گذاشتیم که اگه خالی بودن بیاد به ما ارور بده. جا آره ارور رو تعریف کردیم اینجا استفاده میشه. مساویه با لطفاً همه فیلد ها را پر کنید. خب اگر خالی نبود چی؟ ایلس میذاریم. اگه خالی نبود بیاد یه متغیر تعریف میکنیم به اسم SQL و می‌نویسیم که insert into. اگه خالی نبود بیاد داده‌هایی که کاربر وارد کرده رو درون جدول یوزری که اونجا وارد کردیم، یوزری که داخل دیتابیس مون بود وارد کنه. name و user name و password و phone. name یکی هم username و یکی هم password و یکی هم هستش فون. اینا متغیرهایی بودن که اینجا تعریف کردیم و اینا رو میریزه داخل اینا. یه سمیکالون هم آخرش. خب و میان یه شرط دیگه میذاریم if MySQL query این متغیر کانی که اونجا تعریف کردیم و SQL اگر با موفقیت در جدول ما ثبت شد به صفحه location به صفحه ورود مبدل login.php. خب بعد exit در غیر این صورت else در غیر این صورت ارور بده که اطلاعات در ثبت اطلاعات در غیر این صورت بیاد خطا بده بهمون و داشته باشیم پای نداشتیم ارور. یه سمیکالون هم داره. خب
از فرم PHP مون با تای PHP. خب حالا این ریجستر ما نیاز به HTML هم داره برای نوشتن. یک با یه علامت تعجب یه فرم HTML درست میکنیم و این خط از کدمون مهم نیست، پاکش میکنیم. زبانمون هم باشه فارسی، یه FA میزنیم. موتور جستجومون هم TF8. خب تایتل اون سروری که اون بالا نمایش میده رو می‌نویسیم ثبت نام و میایم داخل بادیمون یه تگ h میدیم، h2 توش نوشته باشه فرم ثبت نام. خب میایم و داخل این HTML اون باز یه تگ PHP باز میکنیم، یه تگ PHP و فارسی بکنیم PHP. خب داخل این PHP میایم یه شرط میذاریم if empty errors خب این شرط ما میاد اگر پیام خطایی در آرایه ارور باشه همه اون خطاها رو با رنگ قرمز به ما نشون میده. خب حالا این وارد بخش اصلی میشیم، یعنی فرم متد مساویه با پست. و اکشن مساویه با رجیستر. خب اینجا میگیم که درخواست روش ما باید پست باشه و در فایل ریجستر PHP ما باشه. رو میبندیمش، میام یه تیبل نیم درست میکنیم، لیبل این فایلش رو باید پاک کنیم، لیبل نام و اینجا یه تگ بیار. اینجا هم هستش اینپوتمون، یعنی ورودیمون. اینپوت رو همزین بکنم بیار. تایپش باید باشه تکس از نوع نوشته و اسمش هم باشه نیم. برای نیممون هستش این.
که باید اینجا بشه یه بی آر دیگه. خب حالا لیبل بعدیمون لیبلمون یوزر نیمه بنویسه و جان بی آر و دوباره ورودی اینپوت ورودی که از کاران میگیره نوعش تکست باشه و برای اسمش هم باشه یوزر نیم دوباره دو تا یه بی آر. اینا رو کپی کنم راتر. خب این سومی باید باشه رمز عبور می‌نویسیم رمز عبور. این یکی دیگه نباید تکست باشه، باید باشه نوع پسورد که نمایش نده. این هم می‌نویسیم شماره تماس. اینا که تکسن در ما اون نوشته که ما وارد می‌کنیم نشون میده، اما اینکه پسورد رو نشون نمیده. حالا بعدا که ران کنیم متوجه این موضوع میشید. اینم ایمش باشه فرم. خب حالا یه دکمه ارسال فرم هم باید داشته باشیم. یه اینپوت دیگه اینجا کپی کنم، اینجا نوعش باید باشه سابمیت و اینجا دیگه باید باشه ولی نمیدونم باشه. ببخشید اینجا خب اینجا باشه ولیو نیمش باشه ثبت نام. خب اینجا یه تایپی باز میکنیم که نمی‌نویسیم که قبلا ثبت نام کردیم یا نه. و اینجا یه تگ A باز میکنیم که اگه قبلا ثبت نام شده برن و در لاگین صفحه ورود خب این از ریجستر ما بود و دیگه میمونه لاگین و بقیه موارد. خب حالا وارد لاگین میشیم. اینجا همون کاری که برای ریجستر انجام دادیم برای این اولش به همون شکل است. تگ PHP باز میکنیم و اینجا سشن استارت است. سشن استارت که اگر موفق بود بیاد و
اطلاعات رو ذخیره کنه و include دوباره فایل DB رو میاریم و اینجا هم قرار میدیم که دیگه نیاز به کد زدن نباشه. اینجا رو میایم متغیر یوزرنیم و پسورد رو وارد میکنیم. یوزر نیم مساوی با پسورد. متغیرهای ما باید خالی باشن که از کاربر وقتی داده رو وارد میکنیم داخلش ذخیره بشه، خالی بشه. و این هم یه متغیر errors. خب اینجا این شرط میذاریم که بررسی کنیم که آیا فرم به روش پست ارسال شده یا نه. اگه آره که ادامه بده. if server request method. خب از نوع پست اگه از نوع پست بود بیاد و ادامه بده که متغیر username مساوی با تریم که فاصله های جلوش رو حذف کنه. پست از نوع پست باشه اون داده که وارد میکنه و همین رو کپی میکنیم برای پسورد هم همینجا. اینجا پسورد رو میذاریم، اینجا هم پسورد. حالا میایم یه شرط دیگه میذاریم که اگر خالی بود، اگر این فیلد این فرمای ما خالی بود، این داده وارد نکرده بود کاربر، بیاد و ارور بده. پسورد. خب اینجا متغیر اروری که تعریف کردیم رو میاریم و میگیم که لطفاً یوزرنیم و پسورد رو وارد کن. خب اگرم که نه درست بود، در غیر این صورت else بیاد و یه متغیر تعریف میکنیم SQL مساوی با select انتخاب کن از from از جدول users که داریم ver اگر یوزرنیمش مساویه با یوزرنیم وارد شده توسط کاربر بود، یعنی متغیری که تعریف کردیم اینجا کاربر وارد میکنه یوزرنیمش، اگر داخل جدول ما همچین یوزرنیمی وجود داشته باشه
میره میگرده پیدا میکنه و بعد یه دونه باشه اینجا اند و پسوردش هم باید فارسیه، پسوردش هم باید همون پسوردی باشه که کاربر وارد میکنه. پسورد. خب و اینا رو میریزیم داخل ریزالت. خب چی شد؟ اینجا بررسی کردیم که خالی نباشه، بعدش اگه خالی نبود بیاد و جدول بررسی کنه این وجود داره یا نه. اگر پیدا شد یه متغیر به نام result MySQL query کن و SQL. خب یه شرط دیگه میذاریم که MySQL فعل‌های rows result مساویه با 1. ما اینجا اومدیم این کان و SQL مون رو ریختیم داخل ریزالت و اینجا اومدیم شرط داشتیم که اگر ریزالت ما وجود داشت بیاد و ما رو به صفحه بعدی هدایت کنه. اینجا یه user name اگر این مساوی با این user name بود بیاد و header location users.php exit ما رو از این صفحه خارج کن و وارد صفحه یوزر کن و در غیر این صورت به ما ارور بده اگر وجود نداشته همچین چیزی. و یا پسورد اشتباه است. خب این از PHP ما. حالا دوباره مثل ریجستر یه علامت تعجب میزنیم تا برای ما بیاد HTML ما و تایتلمون رو مینویسیم ورود. این هم باید فارسی باشه فی داخل بادیم. حالا داخل بادیم هم یک h2 میدیم و مینویسیم فرم ورود. دوباره مثل ریجستر یک تگ PHP که اگه اینجا PHP شرط میذاریم if empty errors اگر error
که اگه این هم شده شرط میذاریم که اگر متغیر ارور ما حاوی پیامی بود این رو به رنگ قرمز نشون بده. دوباره از تگ PHP خارج میشیم و به فرم خودمون میرسیم. اینجا اکشنش باید باشه لاگین، یعنی در صفحه لاگین PHP و یه متد هم میخواد. یعنی با روش پست فایل لاگین ارسال بشه. متد هیچ نذاشت. خب کار بعدی اینه که لیبل بعد خارج رو پاچ میکنیم و داخل لیبلمون می‌نویسیم یوزرنیم. به کاربر یوزرنیم رو نشون میده، نوشته یوزرنیم و اون وارد میکنه. و اینجا یه اینپوت نوعش باشه تکس و نیمش هم باشه یوزرنیم. بیار و بیار همین کپی میکنیم برای پسورد هم به همین شکل. تایپش هم باشه پسورد که نشون نده و این هم باشه پسورد، نمیشه باشه پسورد. خب حالا یه دکمه برای رفتن به صفحه بعدم میخوایم. اینا رو بفرسته برای ما. دوباره اینپوت نوعش باشه سامبیت، بعدش هم باشه فوت. اینو از اینجا کپی کنیم بیاریم به آخرش. فکر کنم برای پیجستر هم اینجوری شد، باید شده باشه احتمالا. برای ریجستر برای فرم نداریم. اینجا میریم تگ فرم جا. خب فرم اضافه کردیم و میایم و یه تگ پی ایجاد میکنیم که اگه کاربر وارد این صفحه شد یه حساب پیام حساب کاربری ندارید بهش نشون بده که اگه حساب کاربری نداشته باشه اون رو به صفحه ریجستر هدایت کنه که بتونه ثبت نام کنه. من بنویسه براش ثبت نام. خب اینم از فرم لاگین ما. دیگه موندش یوزر ما. حالا وارد یوزر ما میشیم و خب نویسیش شد. فرم یوزرمونم
مثل بقیه با PHP شروع میشه و داخل PHP اون سشن استارت هست برای ذخیره سازی اطلاعات کاربر در طول نشست و اینکلود که بیاد و فایل دی بی رو متصل کنه به این فرم و PHP و اینجا. خب اینجا میایم یه شرط میذاریم که آیا کاربر وارد شده یا نه. if visit session user اگر اطلاعات کار در سیشن نباشه با هدر به صفحه ورود هدایت میشه. اوکی application login.php و از این صفحه exit خارج میشه و میام یک کوئری میزنیم به جدولمون که همه ردیف ها رو بیاد به ما نشون بده. اول یه متغیر میسازیم و بعد select from users رو داخلش می‌نویسیم و دوباره یه متغیر result که MySQLi بیاد SQL و کام رو داخل خودش قرار بده. کام و SQL. خب این از PHP. حالا میایم و دوباره یه فایل HTML میسازیم، یه تگ HTML ایجاد میکنیم فارسی و کدام رو باید تایتل ما باید باشه لیست کاربران. خب حالا میایم داخل بادیمون یه h2 که توش لیست کاربران ثبت شده ثبت نام شده رو با ما نشون بده. حالا میایم یه جدول ایجاد میکنیم تیبل با بوردر یک و تد توی تیبلمون باشه. خب و داخل اون جدول ما اون ردیف اصلی و اون فیلد ها اون ستون اول ما باشه. این اسما یکیش نام هست، اینو کپی کنیم و اینجا اسمش رو عوض کنیم username پسورد شماره تماس.
اینجا یه تی بادی ایجاد میکنیم و توش یک تگ HTML مینویسیم، ببخشید PHP مینویسیم. فیل تا زمانی که رو مساویه با مای SQL های فتج ریزاد. خب این میاد همه داده هایی که وارد شده در جدول دیتابیس ما رو به ما نشون میده تو جدول HTML که داریم. تیار رو نیم و چه دوباره TD. خب درست کنیم TR. خب حالا هم دوباره کپی میکنیم از روی این برای همشون استفاده. اولی که نیم بود، دومی هم که یوزر نیم ما بود، سومی هم پسورد ما بود، چهارمی هم فون. خب اینجا یه تگ P اینجا میذاریم و تگ A هم داخلش قرار میدیم که بعد از این دیگه به صفحه لاگین، به صفحه لاگ اوت یعنی خروج بره. اینجا هم باشه خروج. یوزر ما هم تموم شد و اینجا یه چیزی رو جا گذاشتیم بگم. یک دار. حالا وارد صفحه لاگ اوت میشیم. تو صفحه لاگ اوت ما میایم تگ PHP رو باز میکنیم. PHP و سیشن استارت رو وارد میکنیم. برای دسترسی به متغیرهای سیشن باید جلسه رو آغاز کنیم اول. بعدش سیشن آن ست که تمام داده‌های ذخیره شده در سیشن مثل نام کاربری رو پاک میکنه و بعدی هم سیشن دیسپلوی هست که
کل سشن رو پایان میده و عملا کاربر از سیستم خارج میشه و بعدش هم که کاربر وقتی اون دکمه خروج بزنه برای اینکه خارج بشه به صفحه لاگین دوباره هدایت میشه. لوکیشن اکسیتش هم بذاریم. خب پروژه ما تمام شد. خب دوستان حالا با هم میریم که پروژه‌مون رو ران کنیم. وارد مرورگر میشیم و اینجا http://localhost اینجا نام کوشه پروژه‌مون که مال من از user project و فایلی که قرار کاربر ثبت نام کنه. اولین فایلمون یعنی register.php رو باید برام باز کنیم. خب این فرم برام باز شد. ناممون رو وارد میکنیم، مثلا محمد، یوزرنیممونم 1 2 3 4، رمز عبورمونم 1 2 3، شماره تماسمونم 0994 مثلا. ثبت نام که انجام یوزرنیم بود 1 2 3 4، رمز عبورمونم بود 1 2 3. ورود رو میزنیم و همه چیزهای کاربری که دارم ثبت نام کردم که این خودم. یه بار دیگه هم امتحان بخوایم کنیم، یه ثبت نام جدید، مثلا رضا، یوزرنیم 1 2 3 4، رمز عبورم 2 3، شماره تماسم 0902. حالا یوزرنیمش بود 4. بعدی هم برای ما نمایش داشت. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.